بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. آنگاه که آسمان شکافته شود و به فرمان پروردگارش گوش فرا دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. و آنگاه که زمین گسترده و هموار شود و هرچه را درون خود دارد بیرون ریزد و تهی گردد و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه. ای انسان، بیگمان تو در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش می‌کنی، پس او را ملاقات خواهی کرد. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. و اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود به زودی به حسابی آسان محاسبه می شود. وینقلب الی اهله مسرورا. و شادمان به سوی خانواده‌اش باز می گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا. و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود پس هلاک خود را خواهد طلبید و یصلی سعیرا. و به آتش جهنم شعله‌ور در خواهد آمد. انه کان فی اهله مسرورا. بیگمان او در دنیا به خاطر گناهانش در میان خانواده خود شادمان بود. انه ظن ان لن یحور بلی ان ربه کان به بصیرا. او گمان می‌کرد که هرگز به نزد الله باز نخواهد گشت. آری، همانا پروردگارش از حال وی آگاه بود. فلا اقسم بالشفق. پس به شفق سوگند می‌خورم واللیل وما وسق. و سوگند به شب و آنچه را فرو می‌پوشد. والقمر اذا اتسق. و سوگند به ماه چون فروغش کامل شود. لترکبن طبقا عن طبق. قطعاً مراتب و حالات مختلفی را یکی پس از دیگری در مسیر زندگی دنیوی طی خواهید کرد. فما لهم لا یؤمنون. پس آنان را چه شده که ایمان نمی آورند؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. و چرا هنگامی که قرآن بر آنان تلاوت شود سجده نمی کنند؟ بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون. بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می کنند و الله به آنچه در دل پنهان می دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب علیم. پس ای پیامبر آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که برای آنان پاداشی
بی‌منت و پیوسته است.